سلام دوستان، با آشپزخونه من خوش اومدید. امروز با هم شربت سکنجبین آماده میکنیم تا بتونیم تو این هوای گرم از اون برای نوشیدنی و همینطور خوردن کاهو استفاده کنیم. یه پیمانه شکر، فرق نمیکنه پیمانتون هرچی هست، برای آب هم از همون استفاده کنیم و یک پیمانه آب. اینا رو تو قابلمه میریزم و یه دسته نعنا رو که شستم و از ساقه جدا نکردم یه مقداری به هم میمالم تا عطر اون آزاد بشه و توی قابلمه میذارم و اون رو روی حرارت میذارم. بعد از 7-8 دقیقه جوشیدن روی حرارت که یه مقداری هم غلظت پیدا کرده، حالا وقتشه که به اون سرکه اضافه کنم. 1/2 پیمانه سرکه قرمز انگور بهش اضافه میکنم. از هر نوع سرکه‌ای میتونین استفاده کنین ولی سرکه انگور بهتره. بعد از دوباره 5 دقیقه جوشیدن میذارم یه مقداری خنک بشه و بعد اونو صافش میکنم. حالا این شربت آماده است. یه شربت غلیظ خوب سکنجبین که بتونین با اون نوشیدنی سکنجبین رو آماده کنین یا اینکه همراه با کاهو نوش جانتون کنین. اگر از شربت استفاده میکنین بهتر اینه که کنار اون از چند برش خیار و همینطور چند برگ نعنا استفاده کنین. یه شربت خوشمزه، خنک و خوش‌طعم تابستونی، شربت سکنجبین. دوستان عزیز، جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.